شهریار جان اکو گوش کن وای پدری تو هم انسانی زوره نه که اکو پدری تو انسانی زوره رفیقی منه منم احترام میکنم من میگفتم همه شهریار مایدک بودی کو می آمدی همه انارو را خز میگرفتی همه کنده دیگه هم تگش نبست دستت با برکته انا همین انار مقصد میدونی چی خیلی خونده پایده داره خونه گردش خونه زور میکنه همین میگن که یکی آدم میگه ای وینا بنوش خونت زور میشه یکان کسل نمیشی نه آخه همین برزید هر یه چیزی حرام خداوند یه چیزی حلال برای آدمیزاد آفریده من برای خود انار خوبه ده همه انارو را خدا خواهد دعا شبه از این قشنگ میگیریم برای خود ما میمونیم زمستان ده این قشنگ میپروشیم آخه همین مهنت آدم زحمت کنی مهنت کنی راحت میکنی و راحت کنی و بعد مهنت نکنی و پاچک بونید میزنه میبوره فهمده آخه چیکار کردن اکو من تو را پریاد کردم که همه شهریار جان بیا مایده کردم پختگیاش چیندن گیریم خیلی یک تنیم تا خامه خیلی سپید رنگش میسته بعد همه یک بار برف زنه و بامزه میشه میدنی راوی هم اون تغیره اگر بیا کیه کسی پریاد شهریار جان اینجا بیا کسی عدن دروازه پریاد داره یا بین کنی کی باشه وان حد بچه جانه شهریار جان و داجان همین بابا ارگاش که شده بابا ارگاش در خونهش انار چی نیسته من کتش یاردم کدشتم او کدام در پشت دروازه فیروز کدیسه وجود این طرف این اونم دروازه بالا شایکو یا فیروز چی نکدیم بینه کی باشه من خود میرم میبینم منش خود دارم انار چی نیسته بیاین شما دیدم بابا ارگاش در اونجا السلام علیکم. و علیکم السلام. سازن بابا ارگاش. نغزم را ما خودم نغزی داده. این سر کیپ تا گرانت همیا داره. من اپراتورم شما دا اومده. شما اومده. اپراتوری؟ اپراتور کامera. چنجه خواهد یا؟ یاده اینترویو در کار بوده بابا ارگاش. اکی؟ ایش مکتم یک کم تر صحبت کنیم امروز. ها صحبت میکنی؟ اطراف کار زندگی تون و اینو باختون. گفتم یک کم تر صحبت کنیم. با ما گفتی اینترویست در کاره من گفتم اینترویستا خانه من نیستن. نه درباره همین باغ گفتم کم تر صحبت کنیم. بیا. من باغم بسیار باغ خوشبوه من انار دارم وای دارم. خب بیا بالا کات بزنم. شما همه خد دارین زمین یا که با داره بابا. دارم از اینجا کلا نه. سر کنی. چی را سر میکنه؟ انار میشینه شما؟ نه کامera میکنیم یعنی که در نوار میگیریم با نوار میگیریم. ها صحبت هم میکنه نه؟ اول خیلی صحبت کنیم بعد با نوار میگیریم. خب بیا من بیا اینجا در خونه داشتیم صحبت کنیم. بوده خد هازی من شما را یک تشکیل میکنم اون باغ در اونجا شبتلو دارم آلو دارم آلو باله دارم. بیا همینجا بشینیم ساقینه که ای خونه داشتیش اندر. خانه نداریم یا نه اینجا نبشینیم کم تر ساقین تره که اینجا خوب نیست. آخه بیا مالا. یا هوای تازه میکنیم. ما میرفتیم تشکیلمون میکردیم. اینجا نبا صحبت خوب تره. بس میگه بیا دادا. نه بشینیم بابا ارگاش همینجا بشینیم صحبت میکنیم. خیلی بابا ارگاش بای صحبت سر میکنیم بخیر کامera تا سوس کنم میگی خیلی. چیکار میکنه؟ این کامera میکنه. این اپراتوره. تیارید؟ تیاریم بیا. تمام شما تیاره؟ ما تیاریم بابا ارگاش. سلام علیکم. السلام علیکم بابا ارگاش. صحبت نوسر شد. تو نه سلام دادی من کنم؟ نه من با ایسا اینترویو میکنم ایسا سرش بردم امانو. سلام علیکم بابا ارگاش. سلام علیکم. ما قتی سلام علیک نکنیم بابا ارگاش او قتی سلام علیک نه همون سر نگاه کده گپ زنه ویا ویا نگاه کده گپ زنه و کی در اونجا مخلصان آدمان که شما را میبینن چند آدم اونجا ممکن 1 میلیون 5 میلیون 10 میلیون آدم باشه که شما را ببینن نه بابا ارگاش این یک تا شما را سیامکه میکنه جهان شما را میبینن تکنولوژیا آخه پیش رفته است تو بابا ارگاش شما در درونی باغ گشتین موزی همه چی ترقی کرده پیش رفته است اینترنت چیز به همه باید شما را پخش میکنن جهان میبینن شما را پام قناه پام نمی‌کنه که پام خیلی سلام علیکم خودتون یک معرفی کنه لحظه سازتون سلام ارگاش آخه همین جا تو شیشتگی سلام علیکم پیش اون نره با وای منو میبینه
ها میبینن حاضر شما او را محکم میکنه هیچ که نمیبینه تو نه هوای محکم میکنه بیا خیر السلام علیکم نغزتان سازیتان با فکرم هم گفتم اخه خیلی شما قطعی با سلام علیکم خیلی تمام خودتان معرفی کنید در برای بختان یکون صحبت میکنید من خود من معرفی میکنم معرفی میکنم یک باغ خوشرو دارم پوری انار دارم سیب دارم آلو دارم آلو بالو دارم با اونجا دارم انا باغم انار داره شفتاله داره سیب داره پسته بلندی بدم بابا یا من میفهمم میفهمم خیر انا باغداری میکنم خدا را شکر 4 تا فرزند دارم 4 بچه دارم بچه دختر نداره دختر ندارم من بچه را داده خدا منم بچکم من این بچکی که بودک شهریار جان وای نبیرم نبیرم کام خیش تبر گویده همسایه یگانی من این وق دارن صغیره دیدی همش نبیرم من میخونم یکی همش جدا کردم کاری بهترین کردم بهترین کار یک تا بچم انجینیره یک تا دیگهش معلمه خیر معلم ده کن یک تا دیگهش بزنسمنه بزنسمن تجارت میکنه فهم انا یک تاش راست شب بگم راست شب بگین راست شب بگین همون کنجگی ما خیلی دوست ده کن چیه؟ دوست ده کم دوست ده بابا ارگش همشه جدا کردین خیلی همین دزدم سر نمیکنین آخه برکت خونه تونه میپرونه نه استغفرالله همشه سر میکنم همون دوست سر نمیکنم برای چی خیلی؟ انوره دیدی؟ باغ دیدی؟ همش پشتی همون دوزه زندگی پشتی همون پیش میرود